و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکر شیرین گفتار چنین به رشته تحریر در آورده‌اند که در زمانهای قدیم پیرزنی بود که از دار دنیا فقط یک پسر داشت. اسم این پسر حسنی بود. پیرزن پسر خود را خیلی دوست داشت، اما افسوس که حسنی تنبل و بی‌آر و پرخور و بیکار بود. حسنی آنقدر خورده بود و خوابیده بود که مثل یک غول شده بود. به خاطر همین هم پهلوان پنبه صدایش می‌کردند. پهلوان پنبه صبح تا شب می‌خورد و می‌خوابید. دست به سیاه و سفید هم نمی‌زد. پیرزن هرچه نصیحتش می‌کرد فایده‌ای نداشت که نداشت. بالاخره پیرزن از تنبلی و پرخوری حسنی جانش به لب آمد. یک روز که حسنی از خانه بیرون رفته بود، پیرزن در را بست و دیگر به خانه راهش نداد. حسنی گریه و زاری و التماس کرد، ولی پیرزن در را باز نکرد. حسنی مجبور شد سر خود را پایین بیندازد و راه بیفتد و برود. رفت تا به یک درخت رسید. زیر درخت نشست، از زور خستگی چشمهای خود را بست و خوابید. توی خواب یک سفره پر از غذا دید. حسنی خواب بود که چند تا پشه نیشش زدند. حسنی از خواب پرید. هوا گرم بود و پشه ها هم بالکن نبودند. وزوز کنان از این طرف به آن طرف می پریدند. روی سر و صورت حسنی می نشستند و او را می گزیدند. بالاخره حسنی عصبانی شد و با یک ضربه جانانه چند تا از آنها را پخش زمین کرد. عجب، پس من اینقدر قوی بودم و نمیدانستم. ببین چه کار کردم. با یک مشت چند تایشان را کشتم. عجب زور و بازویی دارم من. بی خود نیست که به من میگویند پهلوان. در حالی که هی زیر لب میگفت با یک مشتم چند تا را کشتم، دراز کشید و خوابش برد. دست بر قضا، حاکم و سربازهای او که از آنجا میگذشتند او را دیدند. حاکم با تعجب به هیکل بزرگ حسنی نگاه کرد و گفت این دیگر کیست؟ غول است یا آدمیزاد؟ بعد به سربازهای خود دستور داد که بروند سراغ حسنی و بیدارش کنند. سربازان حاکم با ترس و لرز جلو رفتند و حسنی را بیدار کردند. حسنی تا چشمش به آنها افتاد گفت با یک مشتم چند تا را کشتم. سربازها حسنی را پیش حاکم بردند. حاکم پرسید تو کی هستی؟ دیوی یا آدمیزادی؟ حسنی جواب داد من حسنیم، خیلی هم گرسنه‌ام. حاکم گفت برای او غذا بیاورید. سربازها گوشت گوساله را کباب کردند و به حسنی دادند. حسنی توی یک چشم هم زدن کبابها را خورد. حاکم و سربازهای او نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورند. حسنی خمیازه‌ای کشید و گفت خسته‌ام، میخواهم بخوابم. بعد در همانجا دراز کشید و خوابید. حاکم با خودش گفت این همون کسی است که دنبالش میگشتم. بعد حسنی را بیدار کرد و گفت آهای پهلوان، اگر دلت میخواهد برای خواب و یک چای گرم و نرم برای خوردن و یک عالمه غذای خوشمزه گیرت بیاید، بیا به قصر من. آنها هر چیزی که لازم داشته باشی برایت حاضر و آماده میکنند. حسنی قبول کرد. بعد همگی به طرف قصر به راه افتادند. همینطور که میرفتند حاکم رو به حسنی کرد و گفت پهلوان، واقعا که عجب زور و بازویی داری. تا حالا کسی را ندیدم که بتواند با یک مشت چند نفر را بکشد. حسنی با تعجب حاکم را نگاه کرد و چیزی نگفت. یعنی کشتن چند تا پشه اینقدر مهم بود؟ خلاصه رفتند تا به قصر رسیدند. حاکم دستور داد حسنی را ببرند به حمام و لباسهای نو تن او کنند. بعد هم او را فرمانده سپاه خود کرد. از آن روز به بعد حسنی توی قصر ماند. مدتی گذشت و حسنی به خوبی و خوشی در قصر زندگی میکرد. هر وقت دلش میخواست میخورد و هر وقت دلش میخواست میخوابید. تا اینکه یک روز به حاکم خبر دادند چرا نشسته‌ای که حاکم کشور همسایه با لشکر بزرگش به ما حمله کرده است. حاکم گفت نترسید، تا وقتی پهلوان حسنی را داریم از هیچ چیز نترسید. بعد دستور داد حسنی را خبر کنند که بیاید و به او گفت هرچه سریعتر سربازان را برای نبرد آماده کن. حسنی زد تا فرار کند و خودش را به ده پیش ننه‌اش برساند. حاکم و اطرافیان او فکر کردند پهلوان حسنی می‌خواهد هرچه زودتر یک تنه و بدون سلاح
خودش را به دشمنان برساند و روزگارشان را سیاه کند. به خاطر همین زود دویدند و جلویش را گرفتند و با هزار خواهش و تمنا خواستند که دست نگه دارد. حاکم گفت: آخر پهلوان، اینطور بدون زره و اسب و سلاح که نمی شود. کشته می شوی، سرت را به باد می دهی. به دستور حاکم او را به استبل مخصوص بردند و گفتند هر اسبی را که می خواهی انتخاب کن. حسنی به اسبها نگاه کرد. چشمش به یک اسب لاغر و مردنی افتاد. خوشحال شد و با خودش گفت: این اسب خیلی خوب است. از لاغری مثل چوب است. باید سوارش بشوم و محکم افسار آن را نگه دارم تا نتواند راه برود. بعد به اسب اشاره کرد و گفت: من این اسب را می‌خواهم. همه یک صدا فریاد کشیدند: آفرین پهلوان، آفرین! فقط تو می‌توانی سوار این اسب شوی. این اسب کموشترین اسب دنیاست. حتی باد هم به گرد پای او نمی‌رسد. حسنی تا این را شنید رنگ از روی او پرید و با خودش گفت: ای خدا جان، چه غلطی کردم. اما یکهو فکری به خاطر او رسید و برای اینکه از روی اسب نیفتد دستور داد او را با طناب به اسب ببندند. با این حرف دوباره سربازان و اطرافیان حاکم به هوا بلند شدند. دلدله‌ای در میان سربازان افتاد که نگو و نپرس. همه از حسنی تقلید کردند و خودشان را با طناب به اسب بستند. به زودی این خبر به گوش سربازان دشمن رسید. ترس توی دل آنها افتاد و دست و پایشان شروع کرد به لرزیدن. حسنی سوار بر اسب بیرون آمد و جلوی سپاهیان خود ایستاد. تا اسب از استبل بیرون آمد روی دو پای خود بلند شد و شیهه‌ای کشید. دور خود چرخید و یک دفعه مثل اینکه بال در آورده باشد از جا پرید و مثل برق به طرف دشمن دوید. افسار اسب از دست حسن دل شد و بالا و پایین میپرید و توی این فکر بود که یک جوری خودش را از این وضع نجات دهد. ناگهان چشمش به درخت تنومندی افتاد که آن نزدیکی ها بود. اسب با سرعت به طرف درخت میرفت. وقتی اسب به درخت رسید، حسنی دست خود را دراز کرد و یکی از شاخه‌های درخت را گرفت تا حیوان دیگر نتواند حرکت کند. اما تا حسنی شاخه را گرفت، درخت از جا کنده شد و دور سر او شروع به چرخیدن کرد. سربازهای دشمن که از پهلوانی‌های حسنی تعریف‌ها شنیده بودند تا دیدند حسنی درخت به دست تک و تنها به طرف آنها میآید ترسیدند و پا به فرار گذاشتند. اسب و حسنی هم دنبال آنها بودند. سربازهای دشمن که دیدند حسنی ولکن نیست همگی تسلیم شدند و به پای او افتادند. اینجوری بود که دشمن شکست سختی خورد. وقتی مردم این خبر را شنیدند خیلی خوشحال شدند و به پیشواز پهلوان حسنی رفتند و او را با احترام وارد شهر کردند. دستور داد که شهر را آذین بندی کنند و 7 شب و 7 روز جشن بگیرند و شادی کنند. حسنی خوب می‌دانست تمام چیزهایی که پیش آمده از روی اتفاق بود. تصمیم گرفت دست از تنبلی بردارد و زندگی تازه‌ای را شروع کند. این بود که با خوشحالی پیش مادر پیر خود برگشت و قول داد که کار کند و زحمت بکشد تا واقعاً یک پهلوان شجاع بشود.